زنده‌باد افغانستان، دل بی افغانستان، یشاسن افغانستان. نعره تکبیر. در این ساحه بر اونا میخوایم بگویم ای بزدلانی که در تاریخخانه های فضای مجازی نشسته اید، جهان بشنود و تاریخ بنویسد. حمایت میکنم برای پیشرفت، تعلیم و باز شدن مکاتب خواهران نیز بازگو کرده ایم. بگذار گدا باشم و در خاک وطن باشم، در بند جفا باشم و در خاک وطن باشم. بگذار که غم بینم و صد درد عالم بینم، از هجر جدا باشم و در خاک وطن باشم. گر یار شود دشمن، مهرش بکند از من، محروم وفا باشم، در خاک وطن باشم. پروا نکنم از درد، پروا نکنم از درد، رنگم همه گردد زرد، محتاج دوا باشم، در خاک وطن باشم. با قامت خم خورده بار هم نتوان بردن، با قامت خم خورده بار هم نتوان بردن، در دست عصا باشم، در خاک وطن باشم. هرچند کشم خاری رفتم بره زاری، راضی ز خدا باشم، در خاک وطن باشم. به نام خداوند واجب الوجود که در هم کوبنده ستمگران، دستگیر بینوایان و امتحان گیرنده آخر زمان است، شایسته خدایی، زیبنده یکتایی و لایق پرستش همگانی است. ای ملت سرفراز و ای غیور مردان سنگر آزادی و ای ملت شریفی که در این روز تاریخی و آزادی این سرزمین شعار عزت سر داده اید. من شایق کفشانی، نوجوانی از جنس صخره‌های غیرت این سرزمین، امروز در این روز تاریخی اینجا ایستادم تا با صدای شفاف بگویم چرا از امارت اسلامی افغانستان حمایت میکنم. جهان بشنود و تاریخ بنویسد. حمایت میکنم چون در این روز استقلال را با جان و دل خود حس میکنم. حمایت میکنم چون پس از نیم قرن اشغال، وحشت و برادرکشی، سایه شوم تفنگ سالاری، دزدی و قلدری از این خاک برچیده شد و امنیت سراسری در سر تا سر افغانستان حاکم گردید. حمایت میکنم چون دیدم که با وجود تمام تحریم های ظالمانه ارزش پولمان ایستادگی کرد. دیدم که بزرگترین پروژه های قرن از دل این خاک جوانه زد. از شاهکار تاریخی کانال پشتپه گرفته تا شاهراه‌ها و خطوطی که افغانستان را به قطب اقتصادی منطقه تبدیل می کند. من یک فعال رسانه‌ای آزاد هستم، همان گونه که از معجزات آبادانی با غرور فریاد میزنم، وجدانم نیز بیدار هست و با شجاعت تمام همواره درد دل مردمم را برای پیشرفت، تعلیم و باز شدن مکاتب خواهران نیز بازگو کرده ایم. چون استقلال واقعی بدون تعلیم، علم و آگاهی کامل نیست. در این بخش از صحبت‌های من، مخاطب کلام‌های من، رسانه‌های شیطانی، از بزرگترین رسانه‌های شیطانی تا کوچکترین انفلوئنسرهایی که بر علیه افغانستان فقط به خاطر پول فعالیت می‌کنند. امروز رسانه‌های شیطانی فقط به خاطر پول افغانستان خود را بدنام می‌کنند. کوشش می‌کنند ذهنیت‌های ما را خراب بسازند. در این ساحه بر اونا می‌خوایم بگویم ای بزدلانی که در تاریخخانه های فضای مجازی نشسته اید و چون چشم دیدن پیشرفت و این استقلال را ندارید، خنجر زهراگین تهمت، افترا و بهتان های کثیف اخلاقی را به سوی یک نوجوان 14 ساله نشانه رفته اید. شما نخواستید مرا تخریب کنید. شما خواستید با آبروی یک مسلمان برای خفه کردن صدای حق
فقط به خاطر خفه کردن صدای حق آبروی یک مسلمان را بسوزانید. ای کسانی که برای کینه های سیاسی تهمت بسته اید، آیا شبی که سر بر بالین خود میگذارید از عذاب الهی و نگاه وجدانتان نمی لرزید؟ شما فکر کردید با این کار خود آینده مرا تباه کردید، اما این آرمان را به خود به گور ببرید. مگر ندیدید که بر پاکترین و شریفترین انسان تاریخ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم چه تهمت هایی بستند؟ جادوگر و ساحر خطاب کردند، دروغ گفتند، اما چه شد؟ دروغگویان و بدخواهان در زباله‌دان تاریخ در آتش شرم سوختند و محو شدند، ولی نام پاک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بر تارک‌های آسمان درخشید. من در این جمع بزرگ میخوایم برای تمام اون رسانه‌های شیطانی بگویم که شما را با کینه هایتان تنها میگذارم و دستم را به درگاه پاک الهی بالا میکنم و از الله متعال میخوایم که شمایی که با آبروی یک نوجوان بازی کردین را اگر قابل هدایت هستین هدایت بده، از سر تقصیرتان بگذره و وجدانهای مرده ایتان را بیدار بگردانه. اما بدانید که یک کوه هیچ وقت با وزش بادهای مسموم تکان نمیخورد. تهمت بزنید، دروغ ببافید و هر کاری که میخواهید انجام دهید، اما بدانید تا زمانی که خون در رگ‌های من جریان دارد صدای من و حنجره من فقط برای آزادی، پیشرفت و نشان دادن واقعیت‌های افغانستان هست. زنده باد افغانستان، دل بی افغانستان، یشاسن افغانستان. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. بسیار زیاد تشکر از همگیتان، موفق و سربلند باشید. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین آصف صاحب بزرگوار. بسیار زیاد تشکر. هیچ چیز نیاز نیست. خیر باشین. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین.